اینجا در قلب لندن، جایی که سالها برای تجلیل از سال نو میلادی چراغان میشد، این بار برای خوشامدگویی از رمضان چراغان شده. این کار در تاریخ انگلستان بی سابقه بوده است. صدها هزار مسلمانان آمده اند تا عکس بردارند و چراغ‌ها را تماشا کنند. و در اروپا بیشترین نفوذ مسلمانان هم در لندن است که بیشتر از 1 میلیون شمار شده است. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. اگر در کابل هستین، در لندن هستین، یا در اروپا یا در امریکا، روزه ما مبارک شد. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.